سلام بچه ها، من امیرحسینم، دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری. هم خواستم بگم رشته حکیم سبزواری. بعد این قرار بشه اولین ویدیوی من در پلیلیست ساخت رزومه. شاید هم اسمشو بذارم پلیلیست رزومه، مهم نیست. همونطور که گفتم خودم دانشجوام، هنوز در پروسه یادگیریم، ولی خب تصمیمی که گرفتم این بوده که بیام این روند یادگیریمو، پروسه پیشرفتم و محتوا کنم و به اشتراک بذارمش. به نظرم اگه برای هیچ کس خوب نباشه، برای خودم خوبه و سودی برام داره. بس اینجاست که خب از اسم پلیلیست مشخصه در مورد ساخت رزومه قرار حرف بزنم. من خودم خب تو این فضا هستم، الان درگیری همه بچه ها اینه که خب من اینا رو یاد گرفتم، این ریاضیات و این برنامه‌نویسی رو یاد گرفتم، الگوریتم رو پاس کردم. حالا آینده کاری من چی خواهد شد؟ رزومه من چیه؟ همه قورشون سر اینه که ما داریم فقط تئوری یاد میگیریم دیگه. پس عملی کار چی میشه؟ رزومه کار چی میشه؟ و خب تعریف رزومه برای اونها اینطور جا افتاده که اولین کار در یک شرکت، حالا هر شرکتی رزومه میخواد، پس این میشه پروسه غیر ممکن. و حالا یک مانع دیگه اومده جلو به اسم مثلا میگم چت جی پی تی، اینطور که الان میگن خب ما باید با این هم دیگه رقابت بکنیم. خب اول اینکه در مورد چت جی پی تی بچه‌ها، یه بابایی بود میگفتش که اگه هوش مصنوعی و چت جی پی تی کلا بتونه کدی بهتر از تو رو بزنه، خب تو که اصلا برنامه‌نویس نیستی دیگه. حالا خیلی دارکه، ولی خب بحث کسی اینه که اصلا چت جی پی تی هر هوش مصنوعی نمیتونه فول استک کار بکنه و آخرین چیزی که ازش میخوندم یه لیمیت 200 خط یا 250 خط میتونه بزنه. حالا یه پروژه شما تصور بکن که 10 تا فایل اینا مثلا آبجکتی هن، این آبجکت داره با اون آبجکت تو اون فایل، تو اون دایرکتوری صحبت میکنه، کار میکنه. و هوش مصنوعی نهایتا کاری که بتونه بکنه اینه که یه بخشی از برنامه شما، یه بخشی از یک فایل، یه بخشی از یک الگوریتم رو بتونه بهبودش بده که در زمان کمتر خروجی بهتری به شما برگردونه. یعنی هیچ وقت از اون ابزار بودنش خارج نخواهد شد. در بحث رزومه خب لازم نیست اول رزومه شما کار با یک کمپانی ثبت شده روی کاغذ باشه. ما کلی منبع بین‌المللی داریم، کتاب داریم که اینها بعد از مثلا حالا آموزش های اولیه میرن سراغ اون زدن یک پروژه ابتدایی. حالا اول پروژه کم تعریفش میکنن، بعد بخشی از کدم بهت میدن، بعد ایده رو بهت میدن، دانش رو بهت میدن و تو میتونی اولین پروژه خودتو داشته باشی. و این یک رزومه واسه یک مبتدی. مثلا الان من نگاه کنید، من خودم تازه کار توی گیت هاب شروع کردم، یعنی اصلا این روند من، این تازه قضیه رو دارم جدی میگیرمش، تازه به فکر افتادم و آره خلاصه ما هم خبری نیست، داریم میبریم جلو. منبع من کتاب پایتون کرش کورس اریک متس، اگه فامیلی بنده خدا رو درست گفته باشم، که این کتاب واقعا میشه گفت یکی از بهترین و کاملترین منبع‌های یادگیری پایتونه. یعنی اینکه خب به دو پارت کلی تقسیم میشه. پارت اول میاد کلیات پایتون به شما یاد میده، پارت دوم در مورد پروژه هاست و حالا نمیاد 0 تا 100 اون قضیه رو بهت بگه، بیشتر سعی میکنه که بهت پایتون رو تخصصی یاد بده. مثلا همه ما میایم کلیت رو یاد میگیریم، میگیم حالا پروژه چی بزنم. ببین تو کلیت رو که یاد گرفتی، بعد یه تخصصیش هم یاد بگیری. تو مثلا میخوای در بخش دیتا آنالیز کار بکنی، دیتا ساینسی بشی برای خودت، باید تخصصی پایتون در اون زمینه یاد بگیری. اینکه تو کلیت یاد گرفتی، 4 تا کتاب خونه بلدی، هیچ دردی ازت دعوا نمیکنه. حالا این کتاب در بخش پروژه هاش
میاد در چند بحث به خصوص این قضیه رو میبره جلو. منبع من اینه، من میام اون بحث تخصصی، حالا از اینجای پلیلیست به بعد ویدیوهای بعدی قرار بخش کار با دیتا باشه، جنریتینگ دیتا باشه انگار. من اینا رو یاد میگیرم، به شما یاد میدم، یعنی شما به جای که یه فصل رو بخونی میتونید مثلا یک ویدیوی 20 دقیقه منو ببینید. بعد من این پروژه رو میزنم، تمریناش هم انجام میدم، تمریناش هم به شما میگم چطور بزنین. بعد شما میتونید دقیقا همین رو بیان از گیت‌هاب من بردارین، در گیت‌هاب خودتون بذارین. ولی خب بهتر اینه که حالا بعد از اینکه یاد گرفتین، من هیچ کدوم از این پروژه ها رو نمیبندم، شما بیاین در یک پروژه باز شرکت بکنید و یه چیزای تغییرش بدین. آقا مثلا این اولین کاری که من کردم، اسمش هم اشتباه نوشتم، خوبه، Alien Invasion قرار بود ریپو باشه، نوشتم Alien Invasion ریوپ. خب اینه. حالا ویدیو رو ضبط کردم دیگه، اسمش هم عوض نمی‌کنم، میخوام لینک بدم. ببین تو بعد از اینکه پروژه زدن، کار با پروژه، اینا رو یاد گرفتی، میتونی تو پروژه های باز شرکت کنی. مجبور نیستی 0 تا 100 قضیه رو خودت پیاده بکنی. بیا یه پروژه رو یاد بگیر، براش یه آپدیت بزن، یه مثلا یه برنچ به این پروژه یه نفر بیا اضاف بکن و انگار میگی که در کل این پروسه تو شریک و سهم داری. تمام شد و رفت. این قرار بود یه بازی، قرار بود چیه؟ واقعا هست. یک بازی تودی، حالا تو پروژه بعدی، ویدیوی بعدی میرم رانش میکنم ببینید قیافشو. بازی سگا مثلا شما احتمالا دیدین یه سفینه کوچیکیه توی فضاست، بعد چند تا فضایی دارن از بالا میان، بعد شلیک بکنی نابودشون بکنی، امتیاز داره، جون داره. اینا تقریبا 90% کار رو زدم، مثلا یه چیزا بهش اضافه نکردم، حالا خودم شاید احتمالا کاملش بکنم. مثلا این پروژه باز شما میتونی اینو کلا بیای اصلا بزن تو گیت‌هاب خودت، که فکر نکنم حرکت تمیزی باشه، ولی خب میتونی بیای یه چیزی به این اضافه بکنی. مثلا پروژه گیم من تا الان اینطوریه که مثلا صدا نداره. تو میتونی به کتابخونه پیوای گیم رو بررسی بکنی، ببینی چطور میتونی به یک گیم صدا اضافه بکنی و بعد بیای این پروژه رو تغییر بدی و در گیت‌هابت اصلا به اسم خودت ثبت بکنی یا مشارکتی این کار انجام بدی. من هیچ مشکلی با این قضیه ندارم. بعد خیلی چقدر حرف میزنم، همین دیگه بچه‌ها. تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم بهتر حرف بزنم، پروژه گیم رو نشونتون میدم، کتاب رو بهتون نشون میدم و اولین ویدیو در مورد جنریتینگ دیتا رو درست میکنیم. یعنی از اینجای پلیلیست به بعد قراره ما در مورد انگار کار با دیتا با پایتون صحبت بکنیم، این رو به صورت تخصصی یاد بگیریم. خدا بخواد یک پروژه هم توش میزنیم توی این قضیه، توی جنریتینگ دیتا، و اینطوری میشه که ما انگار توی جنریت کردن دیتا یک پروژه داریم تو گیت هابمون. خب از این بهتر چی میخوای دیگه؟ بعد همین دیگه، در مورد رزومه حرف زدیم، در مورد پروژه ها حرف زدیم، در مورد گیت هاب حرف زدیم. ببینیم چی میشه، بریم یه دودی بگیریم ببینیم چی میشه.